در خاتمه عرض می کنم آقای ترامپ خجالت بکش، میری به کشورهایی که وهابیت در اقصانقاط دنیا در پوشش مکتب اسلامی کارخانه تروریست سازی و تروریست پروری راه انداختن. هی ایران ایران میکنی و در رقص شمشیر سرمست از دوشیدن حدود 500 میلیارد دلار قر میدهی و برمیگردی به آمریکا و میگویی با این پول شغل ایجاد کردن. آمریکا و سایر سلطه‌گران از ایران لولویی درست کردند که حدود 3 دهه هرچه کشورهای منطقه در میآورند از آن دست باید به آمریکا پس بدهند. مصلحت بر این است که ایران هرچه سریعتر اعتماد کشورهای منطقه را به دست آورد و در امور یکدیگر مداخله نکنند تا بلکه این شیر لوله چند اینچی دلار روان به آمریکا و سایر سلطه‌گران بسته شود و این پول در منطقه صرف گردد و در همکاری‌های بین‌المللی مانند اوپک و سایر بین کشورهای منطقه صمیمیت ایجاد کند. مرسی و سلام.